سلام بچه، خوش اومدیم به اولین ویدیو کانال من. اینجا هستیم، با خودم معرفی میکنم، پارس آی پی. حالا میخوام اول موضوع کانالمون رو براتون توضیح بدیم تا حالا اگه قسمت شد چهره خودمون نشون بدم، همدیگه رو ببینیم. موضوع کانال ما فعلا دریم لیگ میذاریم، پسرخوانده میذاریم، اگه شو کالاف میذاریم، گیم میذاریم کلا. حالا بریم اکانتی که قرار من بهتون نشون بدم ببینیم تا بعدش بریم سراغ صحبت. این اکانت منه فعلا، اکانتی که از 2023 بوده، یعنی من یه اکانت از 2021 هم داشتم ولی اون کلن چیز شد. حالا این هست 95% بازیکناش حذفی ان و 5% دیگه‌شون هم افتی ان. نه اکانت منه. و حالا میخوایم در مورد هدفمون صحبت کنیم. هدف ما تو این کانال اولش اینه که مثل خیلی از یوتیوبرهای معروف یه فول بسازیم، فول هرچی، ولی میخوایم یه چیز جدید باشه، یه چیزی که یک باشه و هیچکی نساخته باشه. مثلا فول آرژانتین یا فول پرتغالا پلی تیوی ساخته ماهان و یه چیزی بسازم تکراریه و یه فول دیگه ای بسازیم که جدید باشه در کنار هم دیگه. و مثلا یه اکانتی بیاریم اوراقش کنیم، اکانت معمولی اوراقش کنیم، از اول بسازیم. آره، حالا با من همراه باشی یا مثلا چالش ها رو با هم دیگه تکمیل کنیم، چالش ضربه ایستگاهی بذاریم، چالش پنالتی بذاریم، شورت ویدیو. اگه دوست داشتین و از این ویدیو 2 دقیقه‌ای به هدفام خوشتون اومد میتونید دنبالم کنید، حمایت کنید. فعلا بدرود تا ویدیوی بعدی.